تو دنیای امروز که هر روز کوچیک‌تر میشه، هویت چیز مهمیه و دولت‌های هر ملت هم مثل کارت ویزیت اون مملکت هستن. تو انقلابی که الان داره تو ایران صورت میگیره، دعوا سر همین کارت ویزیته که ملت میگن نماینده ما نباید دشمن تراش باشه، فاشیست باشه، دروغ بگه، قاتل باشه. به این دلیل همه ایرانی ها از اقصی نقاط دنیا اومدن امروز در نیویورک در پشتیبانی از مردم وطنشون که با یک صدا به دنیا بگن که این نماینده ما نیست. توی ایران که این مدت شکنجه شدن، کشته شدن. تا اونجا بودم همراه اونا بودم، حالا که اینجا اومدم صدای اونا رو اینجا جلوی UN، در حالی که رئیس جمهوری که تحمیلیه و رئیس جمهور با آرای مردم نیست اومده اینجا، اومدم بگم به همه مردم دنیا که این نماینده ما نیست و کاری که این کرد با مردم خود ایران جاش نبود که بتونه بیاد اینجا و مورد حمایت مردم دنیا نباید قرار بگیره و نباید اونو به عنوان رئیس جمهور قبول کنن. رأی ما موسوی بود، کثافت دروغ بود. 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 من آینده ایران رو بسیار روشن می‌بینم. نمیخوام زمان بهش بدم، ولی به خاطر ساختار جامعه و اینکه اکثریت ملت ایران زیر 30 سال هستن، اون قشر جوان و آگاهی که به دست آوردن توی این مدت و این پختگی سیاسی که توی این بعد از انتخابات ما دیدیم، بسیار بسیار آینده روشنی من برای ایران میبینم. شما موافق این رفراندوم در ایران هستین؟ 100%. میشه بگیم برای چی اومدیم اینجا آمدیم تا صدامون رو به UN برسونیم. از طرف بچه‌های داخل ایران احساس وظیفه میکنیم که حمایتشون کنیم. اونایی که جونشون رو تو دستشون گرفتن که صداشون رو به دنیا برسونن. ما برامون اینجا خیلی آسان‌تر بود که بیایم دم UN انتقال بدیم صداشون و پیامشون رو به UN که این حق احمدی نژاد نیست که الان توی UN سخنرانی کنه. اینجا جای احمدی نژاد نیست که اونجا باعث سخنرانی کنه. من نمیگم رژیم عوض بشه، من رأی دادم به آقای موسوی. خب من فکر کنم تو خود ایران اینقدر اصلاح طلب داریم که میتونن کم کم محیط عوض کنن. لازم نیست دوباره یه رژیم عوض بشه، انقلاب بشه، خونریزی بشه. ما انقلاب داشتیم که دیدیم چی شده. اگر بعد از رفراندوم رژیم تغییر کرد، تکلیف اقلیتی که از رژیم طرفداری کرد درست چی باید باشه؟ به همه باید احترام گذاشت. مسئله‌ای که تا حالا این رژیم این انقلاب داشته باید از بین بره. ما باید از الان شروع کنیم این بخشش اعدام و انتقام و خونخواری و بس دیگه. بس. آزادی بگو، آزادی 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 بگو، آزادی آزادی آزادی. شما آزادی رو چی تعریف می‌کنید؟ آزادی قشنگترین چیزی است که انسان وقتی که اون آزادی رو داره احساس زنده بودن بهش دست میده. مزدور برو گم شو، مزدور برو گم شو،
مزدور برو گم شو، مزدور برو گم شو، مزدور برو گم شو. چه بگیم برای چی اومدیم اینجا؟ برای احمدی نژاد که اومده به عنوان پرزیدنت داره خودش رو نشون میده برای ایران و من به عنوان ایرانی که رأی دادم و رأیم هم حساب نشده پرزیدنت من نیستش احمدی نژاد. فکر می‌کنین ایران تکلیفش چه اتفاقی بیفته؟ آینده‌اش فکر می‌کنم مردم باید همبستگیشون ادامه بدن و این جنبش سبزی که به وجود اومده و مردم خواستار دموکراسی هستن آزادی بیان رو ادامه بدن و ما هم خارج از کشور پشتشون هستیم. اگر هم بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد برای حمایت از مردم ایران انجام میدیم. شما موافقی رفراندوم در ایران هستید؟ 100%. اومدیم اینجا نشون بدیم که در واقع همبستگیمون رو با بچه‌های ایران نشون بدیم. برای اینکه اونا با اون شرایط سخت میرن بیرون، تظاهرات میکنن، میخوان صداشون رو برسونن، ما هم اینجا میخوایم بگیم که ازشون حمایت میکنیم. برای چی اومدید اینجا؟ ما برای دفاع از حقوق بشر در ایران و محکوم کردن جنایات اخیر دولت ایران در سرکوب اعتراضات مردمی که حق مسلمشونه و در قانون اساسی ایران بهش اشاره شده اومدیم. من برای این اومدم که بچهای ایران اونجا امیدوار باشن. اونا وقتی میرن دمونستریشن ما امیدوار میشیم. این که در واقع امید رو به هم پاس میدیم. همین. حالا کار خاصی اومدن، فقط همینی که بچه‌ها ببینن اینا کافیه. صحبت اندیشه است. ما باید بتونیم در عین این دگرگونی فکری بتونیم به یه وحدت برسیم و این تنها راهش از طریق یک رفراندوم و احترام گذاشتن به اون رفراندومه، به آرای اون رفراندومه و بعد هر کسی باید آزاد باشه بتونه فعالیتش بکنه، از سلطنت طلب گرفته تا مجاهد تا کمونیست تا حتی بسیجی که امروز دستش تو خون مردمه. اونها هم قشری از جامعه ایران هستند. مزدور برو گم شو، قاتل برو گم شو، مزدور برو گم شو، مزدور برو گم شو. منافق پدرسر خجالت نمیکشی تو؟ شما خجالت